نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت با رحم و بعد به هم غسل نمودن زن و شوهر. به زن و شوهر به هم غسل نمودن در یک مکان رواست و اگرچه به یکدیگرشان نظر هم کنند. در این مورد یک چند احادیث است. اول از عایشه رضی الله عنها گفت من با رسول الله صلی الله علیه و سلم از یک جایی که در میان ما گذاشته بود با هم غسل میکردیم. دستهایمان را در یک جای مختلف میگذاشتیم. او مرا همیشه سبقت میکرد، یعنی پیش دستی میکرد تا آنجایی که من میگفتم به من گذار به من گذار. باز عایشه رضی الله عنها گفت هر دویمان جنوب بودیم. روایت بخاری، مسلم و ابوداود در صحیحشان. حدیث دوم از معاویه ابن حیدر رضی الله عنه است که گفت ای رسول الله، عورتهایمان یعنی شرمگاهمان کدامش را ظاهر کنیم و کدامش را پوشانیم؟ او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند عورتت را از دیگران پوشان غیر از همسر و کنیزت. من یعنی معاویه ابن حکم گفتم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر مردمان بعضیشان با بعض دیگرشان یکجا باشند چی؟ او پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر استطاعت داشته باشی، یعنی قوت به آنکه عورتت را از آنها پوشانی، پس بپوشان. پس من گفتم ای رسول الله، اگر یکی از ما تنها باشد. او گفت الله سزاتر است که از او بیشتر از مردمان شرم کنی. روایت اصحاب سنن غیر از نسائی. غسل گرفتن پیش از خواب. اما غسل نمودن زن و شوهر افضل تر است. طبق حدیث عبدالله ابن قیس که گفت از عایشه سوال کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال جنوبت چگونه انجام میداد؟ یعنی پیش از خوابش غسل گرفته سپس میخوابید یا اینکه میخوابید سپس غسل میگرفت؟ او در جواب گفت هر دویش را انجام داده بود. گاه غسل میگرفت سپس خواب میرفت و گاه طهارت میگرفت سپس میخوابید. من گفتم حمد و سپاس به الله تعالی که در این امر آسانی بخشید. روایت مسلم و ابوداود و احمد. غسل گرفتن بهتر است، اما غسل نمودن بهتر می باشد. طبق حدیث ابو رافع رضی الله عنه که گفت یک روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اطراف زنهایش طواف میکرد. در نزد هر یکی از زنهایش غسل میگرفت. سپس من به او گفتم ای رسول الله، همون را یک غسل نکردی؟ او گفت این فعل پاکتر، بهتر و تازه تر می باشد. روایت ابوداود و نسائی و طبرانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.